موزیک دراماتیک، صدای راوی با هیجان ساختگی. خب بالاخره بعد از قرنها انتظار نتفلیکس رحم کرد و اولین تیزر رسمی اتفاقات عجیب 5 رو منتشر کرد. یعنی تیزری که به اندازه روزمان تدوین دموکروکون اطلاعات مفید داشت. سلام خوبین؟ من بابک هستم با کانال بابک مووی. اومدم امروز با سریال اتفاقات عجیب فصل 5 رو داشته باشه. تیزر با همون لحن همیشگی شروع میشه. تاریکی، صدای باد، یه چراغ چشمک زن. بله دیگه میدونیم هافچین جای تفریح نیست. ولی این همه نور چم، خدایا یه مهندس برق بفرست. صدای نیرشن 11 میاد که داره چیزای فلسفی میگه. It's not over yet. خب عزیزم معلومه که تموم نشده چون هنوز نتفلیکس یه فصل دیگه در نیاورده. یه نمای اسلوموشن از ماچ با قیافه متفکر یا داره به سرنوشت بشر فکر میکنه یا یادش اومده تکلیف مدرسه‌شو ننوشته. ویل برجسته، البته هنوزم قیافش نشون میده که از فصل 5 تا 5 باهاش بوده. ظاهرا وگنا دوباره برجسته و احتمالاً قراره از نو دنیا رو نابود کنه. ولی بیایید رو راست باشیم، این بنده خدا هر فصل یه جوری میبازه. واقعا باید یه کلاس چگونه یک ویولون موفق بشیم بره. صداگذاری عالی، فضا خفن. صداگذاری عالی، فضا خفن. ولی یه مشکلی هست. چرا هر چی تیزر می آید اطلاعات کم میشه؟ تیزر فصل 5 نشون داد که هنوز تاریکه، هنوز 11 مو داره، هنوز هیچ کس نمیدونه قراره چی بشه. داستین هنوز با مزه است. احتمالاً تنها کسی که میتونه وسط آخر زمان جوک بجه همینه. هاپر زنده است. قوی‌تر از همیشه و در تیزر جدید حتی بیشتر از قبل شبیه ترمیناتور شده. و جویس هنوزم تنها کسیه که میتونه با یه چراغ چشمستن کل فصل رو نجات بده. شایع است که یکی از کاراکترهای اصلی میمیره. ولی با سابقه سریال احتمالاً فصل آخر میبینیم طرف سالم و سرحال با قهوه برجسته. یه صحنه بود که نشون میداد زمین ترک خورده. احتمالاً نه به خاطر وگنا بلکه چون بالاخره یک نفر از لب داستان سریال خسته شده. در نهایت تیزر فصل 5 اتفاقات عجیب بیشتر از این که اطلاعات بده حس نوستالژی و هیجان تزریق میکنه. ولی واقعیت اینه ما باز هم میبینیم حتی اگر 11 بره ما دیگه، حتی هافچین کلش سقوط کنه ما باز هم میبینیم چون دیگه عادت کردیم. اگر از این نقد نیمه جدی نیمه عصبی خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب یادت نره.